به نام خدا. لیلا هستم، مدرس خیاطی. خواستم الگوی بالاتنه رو برای شما آموزش بدم. این متدی که من میخوام برای شما آموزش بدم ترکیبی از متد متریک، سادریک، ایتالیایی و بدون الگو هستش. این جدولی که شما دارید میبینید جدولی هستش که خودم بر اساس تجربیات خودم درستش کردم. شما فقط دور سینه و دور باسن رو داشته باشید، نیازی به هیچ اندازه دیگه ندارید. از سایز 34 تا سایز 56 که تو این جدول دارید میبینید، سایز 34 تا سایز 56. البته کل جدولم اینجا جا نشد و من مجبور شدم یکم تا کنم، چون امروز فقط دارم بالاتنه رو برای شما آموزش میدم. نیازی به پایین جدول نیست، چون قسمت پایین برای آستین و شلوار هستش. همین جدول رو برای قسمت کودکان هم آماده کردم. این جدول رو خودم درست کردم بر اساس تجربیات خودم که نیازی به اندازه گیری ندارید. فقط شما دور سینه و دور باسن رو داشته باشید، نیاز به هیچ اندازه دیگه ای رو ندارید. این جدول من از 1 سال تا 6 سال هستش. دوباره تو کادر جا نشده، من اینو تا کردم. فقط قسمت تنه رو امروز میخوام برای شما آموزش بدم. قسمت 1 تا 6 سال و یک جدول دیگه هم برای شما درست کردم که این جدولم هم 7 سال تا 12 سال هستش که تمام اندازه های ثابت رو من درونش گذاشتم. خب یه توضیحی در مورد این جدولم به شما بدم. برای کودکان 1 تا 10-12 سال فقط دور سینه رو ما میگیریم و بقیه اندازه ها ثابت هست و توی جدولی که به شما نشون دادم هستش. ولی برای افراد بزرگسال که از سایز 34 تا 56 هستش، ما علاوه بر دور سینه دور باسن رو هم میگیریم، چون معمولا خانم ها علاوه بر اینکه باسن بزرگی دارن، معمولا ممکنه شکم یا دور ران یا دور پهلوی خیلی بزرگی داشته باشن که از دور باسن هم بزرگتر باشه. بنابراین ما از کمر تا قسمت ران برجسته ترین قسمت رو اندازه میزنیم و هر جا که برجسته ترین و بزرگترین قسمت ما بود اونجا میشه اندازه گیری باسن ما، دور باسن ما. برای اندازه گیری سینه و باسن، حالا انشالله در پست های بعدی آموزش سینه و باسن رو میذارم، چون در متد ما نیازی به اندازه های دیگه نیست و دور سینه و باسن رو داشته باشید کفایت میکنه. حتی ما قد آستین و قد لباس رو هم در اینجا ثابت داریم. دور سینه متر رو از قسمتی که بند سوتیان در قسمت پشت هستش، متر رو از قسمت بند سوتیان در پشت رد میکنیم و قسمت جلو میاریم و متر رو روی یکی از سینه ها نگه میداریم و یک انگشت اشاره پشتش میذاریم، طوری که یه چرخی دور سینه ما بخوره، نه انقدر گشاد باشه که متر بیفته از تن و نه انقدر تنگ بشه که سینه ها تحت فشار باشه. این میشه اندازه گیری دور سینه ما. دور باسن رو هم دقیقا به همین صورت، یک بار دور سینه، یک بار دور شکم، یک بار دور ران و یک بار دور پهلو برای خانم هایی که از قسمت کمر به پایین خیلی چاق هستن اندازه میگیریم. هر کدوم از اینها بزرگترین باشه میشه دور باسنم. پس برای کشیدن این الگوی ما فقط دور سینه و دور باسن رو لازم داریم که البته برای کودکان دور باسن رو هم نیاز نداریم. برای کودکان تا 4 سال فقط دور شکم یا همون دور معده رو اندازه میزنیم که بزرگترین قسمت همون قسمته. ولی از سنهای 7-8 به بالا که
بعداً کم کم شکل میگیره. برای اونها هم دور سینه و دور باسن رو هم اندازه میگیره. بقیه اندازه ها توی این جدول ما هستش. خب ما بریم اول قسمت الگو رو توضیح بدم. دوباره مجددا برمیگردیم به این جدولمون. خب کاغذ الگومون رو برمیداریم. توی کاغذ الگو یه خط افقی میکشیم و بر روی خط افقی یه خط عمودی گونیا میکنیم. پس یه خط افقی و عمودی میکشیم. تو این نقطه که من یه نقطه تو این قسمت گونیامون یه نقطه گذاشتم، متر رو میذاریم. مثلا شما فکر کنید ما داریم برای یک شخصی لباس میدوزیم که سایزش یعنی دور سینه‌اش شده باشه 102. ما میایم 102 رو توی این جدولمون پیدا میکنیم. دور سینه‌مون شده باشه 102. میایم 102 رو پیدا میکنیم. میشه جزء سایز 44 قسمت متوسط. پس دور سینه شد 102 سایز 44 قسمت متوسط. ببینید یه سایز کوچیک داریم، یه سایز متوسط داریم و یه سایز بزرگ داریم. عددی که انتخاب کردیم 102 سایز 4 قسمت متوسط. خب برای سایز متوسط از این نقطه‌ای که ما گذاشتیم، ببینید از این نقطه‌ای که ما گذاشتیم متر رو میذاریم. فعلا با نقاط قرمز رنگ ما کاری نداریم. متر رو میذاریم این قسمت نقطه. از این نقطه 4 سانتی متر میاییم پایین. میشه راهنمای شانه. دوباره متر رو میذاریم توی این نقطه و 7 سانتی متر میاییم پایین. میشه راهنمای گردن ما. دوباره متر رو میذاریم توی این نقطه و 19 سانتی متر میاییم. میشه راهنمای کارور ما. دوباره متر رو میذاریم توی این نقطه و 26 سانتی متر میاییم. میشه راهنمای سینه ما. خب اینا رو ما از کجا به دست آوردیم؟ ببینید این شد 102 ما. درسته؟ این قسمت همونجا که توی الگو گفتم راهنمای شانه، راهنمای گردن، راهنمای کارو، راهنمای سینه. میایم سایز 44 رو پیدا میکنیم و راهنمای شانه، راهنمای گردن، راهنمای کارو و راهنمای سینه 26 که 26 اومدیم. درسته؟ بعدیش میشه کمر. شانه تا کمر یا همون قد بالاتنه. از کجا به دست میاریم؟ ببینید شانه تا کمر برای قدهای کوتاه 38 الی 39، قدهای متوسط 40 الی 41، قد بلند 42 الی 43. ما به طور مثال این لباس رو برای یک شخص متوسط مثلا میخوایم الگوشو بکشیم. قدش متوسط 41. درسته؟ پس ما متر رو میذاریم تو این نقطه اولیه کارمون. چقدر میایم؟ 41. بعدیش چیه؟ کمر تا باسن. ببینید توی جدول کمر تا باسن. قد کوتاه 18، قد متوسط 20 و قد بلند 22. شخصی که ما واسش لباس میدوزیم قدش متوسطه میشه 20. کمر تا باسن 20، کمر تا باسن 20. پس این شد نقاط عمودی ما که همش رو از جدول به دست آوردیم. هیچ فرقی نداره برای سایزهای کوچیک، متوسط و بزرگ. همش رو راهنمای شانه، گردن، همه رو که توضیح دادم از این قسمت پیدا میکنیم و از این نقطه میایم پایین. حالا مثلا میخوایم واسه یه بچه 7 ساله بدوزیم. ببینید این الان برای بچه 7 ساله. دوباره راهنمای شانه،
راهنمای گردن، راهنمای کارو، راهنمای سینه. ببینید از این نقطه این 2.5 5 12 17. دوباره از این نقطه یه 2.5 میایم، یه 5 میایم، یه 12 میایم، یه 17 میایم بر اساس این جدولمون. پس شما متوجه شدید که این قسمت هایی که تو قسمت عمودی از این نقطه اومدیم بر اساس این جدول زرد رنگ ما هست که هم سایز بزرگسال هم سایز کودک. خب حالا بعد از اینکه قسمت های عمودیمون رو به دست آوردیم بریم سراغ قسمت های افقی. برای قسمت های افقیمون از قسمت سبز رنگمون استفاده میکنیم. ببینید دور سینه، کارور جلو، کارور پشت، سرشانه، فاصله سینه که فعلا لازم نداریم. خب دور سینه که ما انتخاب کردیم 102 هستش. کارور جلوش میشه 33، کارور پشتش میشه 38، سرشانش میشه 12، فاصله سینه که فعلا نیاز نداریم میشه 20. خب حالا میریم سراغ اندازه گیری‌هایی که الان بهتون گفتم. خب اول یه نکته خیلی خیلی مهمی رو بگم. اون اندازه گیری که بهتون یاد دادم خیلی مهمه. اگر اندازه گیری که بهتون آموزش دادم کم یا زیاد، منظورم اینه که شل یا سفت بگیرید، این سایز ما تغییر میکنه. ممکنه از سایز 44 برسه 46 یا اگه سفت بگیرید از سایز 44 یا سایز 42 و بعد از ظهر لباس شما تنگ یا گشاد بشه. خب در ابتدا برای اینکه لباس شما هیچ گونه پروبی نداشته باشه اول به پارچه‌تون نگاه میکنید. اگر پارچه شما کشدار باشه میایم دور سینه و دور باسن رو اول منهای 8 میکنیم. عدد به دست اومده تقسیم بر 4 میشه. اگر پارچه‌ای که میخوایم باهاش لباس بدون کش باشه میایم دور سینه و دور باسن رو به اضافه 8 میکنیم. عدد به دست اومده رو تقسیم بر 4 میکنیم. بعد جوابا به دست میاد. پس چی شد؟ اول جنس پارچه رو نگاه میکنیم، بر اساس جنس پارچه منها و یا 8 میکنیم، عدد به دست اومده رو تقسیم بر 4 ثابت میکنیم. این 4 ثابت فرقی نداره چه تو بزرگسال، چه تو آقایون و چه تو بچه ها. قسمت بعدی کارور جلو و کارور پشت. اینا دیگه به اضافه و منها نداره. عددی که توی جدول هستش رو مستقیم کارور جلو و کارور پشت هر دو رو تقسیم بر 2 میکنیم و عددمون به دست میاد. در واقع کارور پشت همیشه 2 سانت از کارور جلو بزرگتر در میاد. اینم از کارور. سرشانه‌مون هم بر اساس جدول هست که 12 هستش. شانه تا کمرم که توضیح دادم اون قسمت عمودی ها بود، کمر تا باسنم که واسه عمودی ها بود. با این دوتا کاری نداریم. ما الان فقط دور سینه، دور باسن، کارور جلو، کارور پشت و سرشانه رو نیاز داریم. خب حالا میریم سراغ الگومون. برای قسمت های افقی به این صورت انجام. از این نقطه که 7 سانتی متر برای راهنمای گردن پایین اومده بودیم، از این نقطه 7 سانتی متر داخل الگو میشیم و هلال گردنمون رو میکشیم. بعد از اون میرسه نوبت کارور. راهنمای کارور جلومون چند شده بود؟ کارور جلومون شده بود 16. تو قسمت راهنمای کارور متر رو میذاریم اینجا و 1/2 کارور که 16 شده بود از اینجا میایم و این نقطه رو میکشیم. بعدیش سینه هست. تو راهنمای سینه عدد به دست اومده سینه‌مون 25 متر رو میذاریم این قسمت راهنمای سینه و 25.5 1/4 سینه رو میایم جلو و این نقطه میذاریم. همونطوری که گفتم با کمر کاری نداره. بعدش باسن هستش. تو راهنمای باسن متر رو میذاریم اینجا،
و 1/4 باسن که 27.5 هست متر رو میذاریم اینجا و 27.5 رو میایم قسمت داخل الگو. قسمت باسن رو به قسمت سینه یه خط صاف میکشیم. بعد از قسمت سینه به حالت هلال و خط کارول وصل میکنیم. بعدیش خط سرشانه هستش. متر رو میذاریم قسمت انتهایی نقطه‌ای که از این نقطه 7 سانت اومده بودیم، تو این نقطه متر رو میذاریم و متر رو یک جوری میاریم که تو این قسمت راهنمای شانه 4 بود، این خط رو کشیده بودیم. متر رو یه جوری فرود میاریم که تو این راهنمای شانه 12 رو این 4 سانته بیفته، رو این قسمت گردن یا وسط اینا نیفته، رو این خط راهنمای شانه بیفته. از اینجا 12 هر کجا که رو این خط افتاد علامت با خطکش صاف این نقطه رو به این وصل میکنیم و این میشه الگوی جلوی ما به همین راحتی. حالا میخوایم الگوی پشت توضیح بدم. خب الگوی پشت و جلو یک اختلاف جزئی دارن. از این نقطه 7 سانت اومدیم پایین شد راهنمای گردن ما، ولی راهنمای گردن پشت چون گودی گردن جلو عمیق‌تره، بیشتره 7 اومدیم. گودی گردن پشت چون کمتره، از این نقطه 2 ثابت رو میایم پایین و به این هفته صفرش میکنیم. برای بچه ها 1.5 میایم و برای بزرگترها 3 میایم و سایز متوسط 2 میایم. این 2 رو به این هفته هلالش میکنیم. یک اختلافش این بود و اختلاف دیگه کارور پشت بود. ببینید کارور جلو 16 بود و کارور پشت 18. پس متر رو میذاریم راهنمای کارور و 18 سانتی مترمون رو میایم داخل و میشه و مجددا از قسمت بیرون طراحی میکنیم به کارور و با خطکش صاف وصل میکنیم. سعی کنید هلالای کارورتون رو از بیرون طراحی کنید تا تسلط بیشتری داشته باشید. به همین راحتی الگوی پشت و جلوی ما تشکیل شد. شما برای نمونه میتونید با اندازه های جدول که عکسش براتون میذارم برای کودکتون، البته به اضافه یا منها کشش پارچه یا بدون کش بودن پارچه، یادتون نره حتما دور سینه رو که گرفتید عددش اونجا پیدا کردید، بر اساس اینکه پارچتون کش داره یا نداره به اضافه یا منها کنید، بعد تقسیم بر 4 کنید. حتما یه نمونه بدوزید و ببینید که لباس ما به هیچ وجهی پرو نداره، چه از سرشانه، چه از کارو، چه از سینه، از هیچ قسمت. الان سایز متوسط ما قد آستینمون بین 57 تا 58. مثلا برای بچه ها بر اساس 1 تا 12 سال توی جدول همشون عددهای مشخصی دارن. یعنی شما با داشتن دور سینه تمام اعداد ثابت رو میتونید از توی جدول ما پیدا کنید. حتما یک نمونه بدوزید و امتحان کنید که ببینید چقدر متد ما راحت هستش. البته این یک الگوی ساده هست که شما با این الگو میتونید یک تیشرت خونگی برای خودتون و یا بچه هاتون بدوزید یا هودی بدوزید که البته اون به اضافه 8 نمیشه دیگه، به اضافه 12 میشه. اینا هر کدوم جداگانه نکته داره. بعد اینکه این الگو رو یاد گرفتید انشالله پنس سرشانه، پنس زیر سینه، پنس پهلو، پنس پیکری، پنس طلایی و بقیه پنس ها رو توش آموزش میدم تا باهاش بتونید پالتو، مانتو، لباس مجلسی، لباس شب و یا حتی لباس عروس باهاش بدوزید. جلسه بعد الگوی آستین رو براتون آماده میکنم. الگوی آستینمون هم به همین راحتی هستش و اعدادمون ثابت هست و توی جدولمون آماده هست و شما نیاز به هیچ اندازه گیری ندارید. امیدوارم که از آموزشم راضی باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.